درود به همه معلمان. بخش 4 از مجموعه پادکست های پیرامون تاب‌آوری حقوق اجتماعی ویژه معلمان. من حسین وکیل و استاد دانشگاه در خدمت شما هستم. همانطور که در پادکست های پیشین خدمت شما بیان شد، بحث منشأ حق و امکان تغییر قوانینی که از طرق مختلف این حق را برای معلمان و یا برای نهادهای حاکم بر معلمان فراهم می‌کنند را بررسی کرد. گاهی اوقات خود قوانین نیاز به تغییر دارند که اشاره کردیم که امکان تغییر قوانینی که احساس می‌کنیم که معیشت و منزلت و آزادی‌های صنفی معلمان را هدف قرار میدن و محدود میکنن را میتونیم تغییر بدیم و این امکان تغییر وجود داره. از طریق کمپین های حقوقی امکان کمپین کردن برای اصلاح و یا تغییر قوانین یا تصویب قوانین مورد نیاز وجود داره. و در رابطه با همین موضوع به معلمان بخش خصوصی و بخش دولتی اشاره شد. در بخش‌های مختلف، در هر دو بخش خصوصی و دولتی این امکان وجود داره. در بخش خصوصی تفاوتی که وجود داره و شاید از بعضی جهات امتیازاتی محسوب بشه و از بعضی جهات نه، چون این هست که علاوه بر وزارت آموزش که به نوعی نظارت صرفاً داره به مسئله ارائه خدمات آموزشی به وسیله معلمان در بخش خصوصی، نکته مهمتر و نکته دیگری که حائز اهمیت هست این که وزارت کار و رفاه اجتماعی و در واقع ادارات کار و رفاه اجتماعی سراسر کشور هم وظیفه دارن که در رابطه با قراردادهای خصوصی معلمان با کارفرماهای خودشون و در رابطه با نحوه کار کردن و نحوه بازنشستگی، بیمه، عائله‌مندی و سایر شرایط رو باید منطبق با قوانین و استانداردهای کار دنبال بشه و بر این اساس هست که معلمان از این نظر در بخش خصوصی هم از یک سری امتیازات برخوردار هستند که اونها هم میتونن اولا آگاه بشن به قواعد و اون چیزی که در مورد اونها حاکم است و ثانیاً اگر قانونی وجود داره که در این حوزه باز حقوق و آزادی‌های صنفی اونها را هدف قرار میده یا موجب تضییع حق اونها میشه را هدف قرار بدن و از طریق کمپین هایی امکان تغییر قوانین و مقررات متعددی که در رابطه با اونها اعمال میشه را دنبال کنه. پس معلمان حوزه خصوصی لازم هست که اونها هم آگاهانه تر رفتار کنن، اگرچه در بخش خصوصی به نوعی رفتار میشه که گویی مدیر یک مجموعه آموزشی که به صورت خصوصی اداره میشه یک حاکم مطلق هست و هر رفتاری میتونه انجام بده. از معلمان در زمان انعقاد قرارداد چک های سفید بگیرن یا قراردادهای سفید، برگ‌های سفید بگیرن که هر لحظه دلشون خواست اونها رو اخراج کنن و یا هر لحظه دلشون خواست اونها رو شرایط اونها رو تغییر بدن، به اونها آیا بیمه اختصاص بدن یا ندن، آیا حقوق و مزایای کافی به اونها پرداخت کنن یا نکنن. در این حوزه حداقل استانداردهای قانون کار رو باید تمام بخش‌های خصوصی اجرا کنه و از این رو شرایط سختگیرانه تری در قوانین کار وجود داره که حائز اهمیت هستند. از این نظر قانون کار مهم هست که تمام قواعدی که در قانون کار هست جزء قواعد مسلم محسوب میشه و حتی امکان توافق برای از بین بردن اون قواعد هم وجود نداره. اگر هر گونه توافقی هم بین معلم و کارفرمای اون در امر آموزش صورت بگیره که مغایر با حکم قانون باشد، مثل دستمزد زیر حداقلی که تعیین میشه و مزایای زیر حداقل و غیر از اون، در حقیقت محکوم به بطلان هست. یعنی مثل این که اصلا به وجود نیومده. قراردادهای سفید، رد و بدل کردن چک یا سفته و از این قبیل امور چه برای تضمین چه برای هر امر دیگری خلاف قانون هست و از این طریق این امکان وجود داره که
از خدمات ادارات کار و رفاه اجتماعی هم استفاده بشه و به هیئت‌های تشخیص و هیئت‌های حل اختلاف کارفرمایی مستقر در ادارات کار و رفاه اجتماعی شکایت برد و از این طریق نیز امکان نوعی به استثمار کشیدن معلمان و از بین بردن حقوق و آزادی‌های اونا در بخش خصوصی را محدود کرد و اجازه چون رفتارهای نادرستی نداد. از این رو لازم هست که معلمان در بخش خصوصی این موضوعات را جدی بگیرن و نسبت به هم قوانینی که احیانا در مورد اونها نازل هست و هم آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌هایی که احیانا در موردشون اعمال میشه و رفتارهایی که در مجموعه‌های کاری اونها نسبت به اونها از نظر حقوق صنفی اعمال میشه مورد توجه قرار بدن. هر بخشی که احیانا مغایرت داشته باشه با استانداردهای حقوق کار و همچنین استانداردهایی که در قوانین دیگر میتونه دیده شده باشد مثل قانون سازمان تامین اجتماعی و قوانینی از جمله قانون اساسی در رابطه با بحث تشکل، داشتن حمایت جدی از امر اشتغال و جلوگیری از هر گونه تعرض به حیثیت شغلی. وقتی که صحبت از این میشه به این معنی هست که هیچ معلمی را نباید بدون دلیل موجه و از طریق مجرای حقوقی خودش از کارش برکنار کرد. هر رفتاری که سبب بشه که شخصی شغل خودشون از دست بده، چه معلم در بخش خصوصی است چه در بخش دولتی، در واقع تعرض به حیثیت شغلی اون شخص محسوب میشه و هر رفتار در واقع کوچک کردن و هر رفتاری که سبب میشه که حقوق و آزادی‌های لازم از معلم گرفته شود، مثل اینکه دستمزد مناسب پرداخت نشود، مثل اینکه مزایای لازم پرداخت نشود، مثل اینکه روش‌های متقلبانه به کار گرفته شود برای اینکه اجرای قانون محدود بشه و حالا که معلم در بخش خصوصی است هر گونه دلمون خواست باش رفتار کنیم، مثلا بهش تعداد ساعت‌های خیلی محدودی بدیم که مشمول بسیاری از حقوق و مزایا نگردن. این شیوه استفاده های متقلبانه از قانون رو میشه جلوش گرفت و اگر همچنین نیاز به اصلاح بعضی از قوانین یا نیاز به اصلاح آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها باشد، امکان کمپین ساختن و فعالیت برای اصلاح ساختار عمومی ناظر به معلمان بخش خصوصی هم وجود دارد و طبیعی است که در این بخش لازم هست توجه خیلی ویژه اعمال بشه، برای اینکه هر روز داره بدنه بخش خصوصی آموزشی بزرگتر میشه. اگرچه بخشی حوزه ها سایت لاکچری شده و به طور خاص اعمال میشه، اما با وجود همه اونها این به این معنی نیست که معلمانی که زحمت میکشن در این بخش و به خوبی هم زحمت میکشن نادیده گرفته بشن و حقوق اونها به دلیل اینکه ممکنه نیاز داشته باشن، ممکنه صداشون در نیاد، ممکنه راه استخدامی دیگری مسدود باشه به دلیل اینکه جامعه در شرایط مالی اقتصادی خوبی قرار نداره، از این رو دلیل نمیشه که کسی یا مؤسسه آموزشی بخواد اجحافی در حق چنین معلمی روا بداره. بنابراین مجموعه اینها رو میشه از طرق کمپین‌های حقوقی و همچنین از طریق بردن شکایت به مراجع قانونی از جمله هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف ادارات کار و همچنین استفاده از مکانیزم‌های ارتباط گیری با مجلس شورای اسلامی، کمیسیون‌های دیگری که در مجلس مثل کمیسیون اصل 90 وجود داره، این مطالبه گری رو داشت و در حقیقت تاب‌آوری حقوقی رو از این طریق تمرین کرد و به منصه ظهور رسوند تا امکان اجحاف و استفاده از روش‌های نادرست و متقلبانه برای محدود کردن حقوق و آزادی‌های معلمان در بخش خصوصی هم نگردد. در ادامه پادکست‌های بعدی جزئیات بیشتری مطرح خواهیم کرد.